سلام دوستان، به چنل من خیلی خوش اومدید. من کیانم و برنامه‌نویس اندرویدم، البته در زمینه کانتنت کریتوری هم فعالیت میکنم. امروز میخوایم با هم دیگه داخل فتوشاپ یک عدد تایملاین یوتیوب این شکلی بسازیم. من این تایملاین رو داخل فتوشاپ میسازم، به صورت کامل سعی میکنم توضیحات لازمه رو بهتون بدم. خیلی تخصصیش نمیکنم، از جزئیات تخصصی استفاده نمی‌کنم که به راحتی شما بتونید بسازید، دیگه خیلی سردرگم نشید. البته اگر هم حوصله نداشتید همین رو بسازید، داخل کامنت های همین پست برام بنویسید که فایل لایه‌باز یا پی اس تی شو براتون بفرستم. البته فونتش رو بکنم خودت رو بخرید دیگه، چون فونتاش پولی زشته که من رایگانش است. از اون فونت استفاده کنید، به خودتون فونت رو بخرید. بریم با هم دیگه داخل محیط دسکتاپ که اونو بسازیم. اینطور ما خاموش. دوستان، برای مرحله اول ابتدا یک پروژه با سایز 1080 در 1900 پیکسل با رزولوشن تقریبا 92 الی 120 بسازید. اگه دیگه موقع داخل کار استفاده بیشتر بیارید داخل فتوشاپ، با استفاده از هوش مصنوعی فتوشاپ روی سلکت سابجکت کلیک کنید و حالا با سوژه‌ای که میخواید رو از بک‌گراند جدا کنید. واسه به نیازی که دارید سایزش رو تنظیم کنید. من میخوام تقریبا اینجا گوشه چپ تصویرم باشه. به بک‌گراند یک سبک خاصی میدم. حالا اینجا که خیلی سردرگم میخوام یه کار خاص رو در بیارم، من یه گرادینت خاصی مطابق با تم تقریبا اینستا یوتیوب هم، پیج یوتیوب هم که میخوام جلو برم، یک تمی رو بهش میدم. اینجا سوژم رو داخل یک آبجکت جدید قرار میدم، یعنی میخوام یه حالت بیرون از کادر 3D رو به عکسی که میخوام استفاده کنم بدم. حالا بسته به نیازی که دارم اینجا سایزش رو تغییر میدم. یه ذره بازی کنید با طریقی که دارید، میتونید به دستش بیارید. فقط کافیه سوژه‌تون رو داخل اون آبجکتی که میسازید مسکش کنید، کرییت کلیپینگ مسک. متن رو بهش اضافه میکنم. اینجا من از فونت کلمه استفاده کردم که فونت کلمه فولیال، شما میتونید لایسنس های مختلفش رو تهیه کنید. بسته به نیازی که دارم اینو اینجا قرارش میدم. عکسی که گذاشته بودم و یه ذره نور رنگش رو اصلاح میکنم. از منوی ایمیج و تنظیمات مربوط به تصاویر میتونید اینجا عکستون رو تنظیمات لازمه رو روش انجام بدید. یک گرادینت هم بهش اضافه میکنم. از سمت چپ تصویرم حالا به سمت راست بتابه، رنگاشو انتخاب میکنم حالا بس به نیازی که دارم و به همین سبک قرارش میدم که یه شادوی تقریبا مناسبی هم داشته باشه، خیلی تار نباشه تصویری که اینجا قرار میدم. و اینجا یه دونه پیکان اینجا قرار میدم. شما این مدل رو میتونید داخل وبسایت فری پیک به صورت رایگان دانلود کنید. خودتون خیلی راحت میتونید داخل فتوشاپ و ادوبی ایلاستریتور اینا رو بسازید، خیلی چیز سختی نیست. اینو میذارم و تنظیمات مربوط به متن رو اینجا انجام میدم. یه دو تا استرود بهش میدم. من اینجا استرود میذارم که این حاشیه تقریبا خالی داشته باشه با یه فاصله تقریبا 20 پیکسلی. یه استرود دیگه هم اینجا بهش اضافه میکنم که تقریبا یک به سبک دیزاین خاصی داشته باشه، حالا 3D رو اینجا به خودش بگیره متنم. یه شادو هم بهش میدم که سایه هم داشته باشه که به خیلی چی نباشه. اینجا میخوام یه باکس بذارم زیرش ببینم جالب در میاد یا نه. تست کنید دیگه، بس به متنی که دارید ببینید بهش میخواد یا نه. برمی‌دارم جالب نیست. یه دونه از این شیپ های استفاده میکنم که همین هم میتونید داخل وبسایت فری پیک دانلود کنید. این سبک المان ها رو میتونید اینجا به راحتی دانلود کنید. حالا اضافه میکنم به اون گوشه تصویرم، اضافه متنم قرار میدم. داخل فتوشاپ می‌نویسم فونتش رو اینجا تغییر میدم. به شما دوست داشتین میتونید از فونت آوین استفاده کنید. یه لوگو فتوشاپ میخوام، میرم داخل گوگل سرچ میکنم، یه لوگو فتوشاپ رو دانلود میکنم. اینجا می گریدینت هم رو که برای سابجکتم قرار داده بودم بذارم روش کار میکنم که اون باگ و اون جزئیاتی که این گوشه هستش رو بتونم در بیارم. ببینم میشه گذاشتم، من برش میدارم، جالب نه. خب اینجا لوگو فتوشاپ هم بالا یه قسمت از تصویر میبینم کجا بیشتر بهش میخوره میذارمش این گوشه. میام با شاده میتونم یه ذره 3D ترش کنم یا بهش بک‌گراند باشه، به بک‌گراند بسازم. شاده ریز بهش میدم حالا در این حد. خب بدک نیست. حالا یه بک‌گراند چیکم گوشه بهش اضافه میکنم، اینم میذارم اینجا و اینجا میام از این سبک نقطه چین ها رو شما میتونید داخل فتوشاپ خودتون بسازید. این سبک پترن ها رو هم میتونید به صورت رایگان اینا رو از فری پیک دانلود کنید. دارم بهش اضافه میکنم و تنظیمات نه و تمام. حتما برام بنویس
لایک و کامنت به شدت به من کمک میکنه که پیجم رشد کنه و همچنین از اون دکمه سابسکرایب اون گوشه یا اون گوشه اگه یوتیوب فارسی استفاده کن که منم یه 4 تا سابسکرایب بگیرم، 1K سابسکرایب بشه و ما اینترنت درآمدی بشه بیلیونر بشه. خداحافظ.